سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هرجایی که هستین جور و خوب و خوش باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد شناخت راگ بلاول می باشه. دوستای عزیز، ما در شروع میخوایم که تشکری کنم از دوستای ما که ویدیوها رو میبینن، لایک میکنن، کامنت میگذارن. کامنت های زیبای شما دوستای عزیز برای ما بسیار انرژی مثبت میده و همچنان دوستای ما هستن که به نام طاهر احمدی و جاوید یورش و که ممبرشپ سطح سیوم خریدن. ما میخوایم که از اینا بسیار زیاد تشکری کنم برای اینکه اینا خواستن که کانال همچنان مالی سپورت کنن تا که ما به طور دست جمعی بتونیم که این کانال سر پایش استوار نگاه کنیم تا که ما طولانی بتونیم در خدمت یک دیگه قرار بگیریم. دوستای عزیز، لطفاً اگر ویدیوها خوشتون نه، لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. لایک کردن شما باعث از این میشه که ویدیوها زیادتر دیده شود و این یک کمک بسیار کلان است برای کانال و همچنان کمک کلان است برای دوستای ما که در جستجوی یک ویدیوها هستن. میریم دوستای عزیز، یک جای ما شروع میکنیم. راگ بلاول از تات بلاول گرفته شده، یعنی نوت های راگ بلاول و نوت های تات بلاول یکی است. همونطوری که شما دوستای عزیز، ما شما کل ما میفهمیم که از راگ تنها است که ملودی جور میشه، آهنگ جور میشه، از تات نمیشه. و در راگ بلاول نوتی که زیادتر مورد استفاده قرار میگیره، یعنی اگر در ازمی یک آهنگ جور شود که از راگ بلاول استفاده شده و سر وادیش، سری که زیادتر مورد استفاده قرار میگیره در آهنگ که از راگ بلاول جور شده باشه سر ده می باشه. یا دیوت از او خاطر است که وادی از این ده است و سم وادیش سر گه است یا گندار. یعنی چی؟ یعنی که اگر که یک آهنگ جور میشه بعد از سر ده سر گه دو زیادتر مورد استفاده قرار میگیره. یعنی برای ملودی جور کردن، برای آهنگ جور کردن، سری که زیادتر مورد استفاده قرار میگیره دست، سری که بعد از استفاده میشه زیادتر سر گه می باشه. و سه سرای نیاز هستند: سر سه، سر گه و سر په. سرای نیاز کدام سرا بودن؟ سرای نیاز سرای هستند که بالای او سرا زیادتر افکت های گلون ادا میشه که سر سه، گه و په می باشه. تایمی که این راگ زیادتر میتونه بالای انسان تاثیر گذار باشه صبح وقت است، یعنی شروع صبح است. صبح وقت نی، شروع صبح، یعنی که از 6 صبح تا 9 صبح است. این دانشمندای هند تشخیص کردن که زیادتر تاثیر بالای شنونده می داشته باشه. اما در هر وقت روز که آدم بخونه تاثیر خوب خود بالای شنونده داره. در آرویش هم 7 نوت استفاده میشه وقتی که آهنگ جور میشه و در ابرویش هم 7 نوت استفاده میشه و تمام سرای شد هستن. یعنی سر کومل و یا تیور دهی وجود نداره. تمام سرای شد یا سرای طبیعی هستن. گفتم که چون در رفت از یوم 7 نوت است و در آمدش یعنی ascending و descending، آرو و اورو 7 نوت استفاده میشه. از او خاطر است که جاتیش به نام سمپورن است. سمپورن خودش 7 معنا داره. دوبار سمپورن یعنی که سمپورن یعنی که در رفتش هم 7 نوت و در آرویش هم و در اورویش هم هر دویش 7 نوت استفاده میشه. یعنی هیچ سر ازی سر فرجید و یا سر عزف شده نمی باشه. دوستای عزیز، ما آرویشا، اورویشا، پکر و چلنشا میریم بروی ارمونیه یک جای میبینیم.
خب دوستای عزیز گفتیم که در آروشم افتانود و در ابروشم. حالا ما از سی اسکیل ما رو ما سی انتخاب میکنیم. سا ری گا ما گا پا نی دا نی سا سا نی دا پا ما دا ما ری سا. احساس یک راگ، رنگ یک راگ پکر معرفی میکنم. گا ما ری گا پا دا نی سا. چلنم همچنان رنگ زیادتر، یعنی حالت پیشرفته تر پکر است که نشان میده احساس امی راگ، ای که کدام نوت پشت کدام نوت زیادتر استفاده میشه. امو رنگ و هوای راگ در چلن زیادتر مورد خواندن قرار میگیره، یعنی در چلن ما زیادتر امو احساس یک راگ میشنویم. گا ما ری گا پا ما گا ما ری سا سا گا دا پا ما گا پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا ما ری گا دا پا ما ای درد تو دوای دل، آغوش تو پناه دل. ای درد تو دوای دل. که ما این آهنگ در ویدیوهای آینده در راگ بلاول کوشش میکنیم که بخوانیم و کار کنیم. دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. خدا کنه که ما به شکل درستش برای شما تانسته باشیم که تشریح کنم. شما دوستای عزیز میفهمین که من خودم یک شاگرد هستم، من یک استاد نیستم، استاد موسیقی نیستم، نوازنده هارمونیوم هم چنان نیستم. هارمونیوم به من اندازه یاد دارم که خودم بخوایم تمرین کنم. من میخوایم فقط تجربه اضافه تر از 10 سال خود همراه شما دوستای بسیار عزیز به اشتراک بگذارم. خدا کنه که ما تانسته باشیم در خدمت یک دیگه خود قرار گرفته باشیم. تا ویدیوی دیگه شما دوستای بسیار نازنینه به خدا میسپارم. بدرود.